وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. وعن إبراهيم بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توازوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. ابی ثعلبه خشنی صحابی میگه که قلت یا رسول الله، میگه ما پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدم، برش گفتم که ای رسول الله اینا به ارض قوم، یقینا ما در سرزمین یک مردمی هستیم اهل کتاب، اونا اهل کتاب است، اونجا زندگی میکنیم، یعنی یهود نصارا است. افنأکل فی آنیتهم، آیا ما در ظروف از اینا نان بخوریم، آب بنوشیم، ظرف نان مثلا قوری از کاسه از اینا استفاده کنیم؟ فقال پیامبر صلی الله علیه و گفت که لا تأکلوا فیها، نخورید در ظرفای از اینا، الا لا تجدوا غیرها، مگر که غیرش نیافتین، اگر از خود دیگه نبود با از این استفاده کنید که میکنین. فغسلوها، بشین، بعد از او و کلوا فیها، بخورین. متفق علیه. این حدیث مدن امام بخاری مسلم نقل کرده است، حدیث صحیح قوی. و دوم حدیث در ارتباط عمران بن حسین میگه که صحابی رضی الله عنه ان نبی صلی الله علیه وسلم یقینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم و اصحابش توضؤ، وضو کردن چی؟ من مزادت امرأة مشرک، از امو بشکه آب یک زن مشرک، بشکه اونو مشک آب یک زنی که مشرک بود، از امو استفاده، یعنی از ظرف آبش، مشک از ظرف آب استفاده کرد و وضو کرد. متفق علیه در حدیث طویل. خب این حدیث اول الفاظش توضیح میدیم، باز احکامش میگیم. اهل کتاب کی است؟ گفت ما در زمینی هستیم، سرزمینی که اهل کتاب، در بین از اونها یهود نصارا، می اهل کتاب یهود نصارا. ثم چرا این اهل کتاب میگه؟ زیرا الله نازل کرده بود به اینا سابق کتاب. تورات به کی بود؟ به موسی علیه السلام و قومش بنی اسرائیل، پس آن نام خدا یهود ماندن، یهودیا. و انجیل به کی نازل شده؟ به عیسی علیه السلام، قومشان بنی اسرائیل بود و نام خدا نه نصارا و آل مسیحی و عیسوی و چندین نام دیگر سر خود ماندن. الله واره نگفته که شما مسیحی استین یا عیسوی استین یا نصارا، از پیش خود میگفتن اونا، اگر نه الله اونا را مسلمان گفته بود و از پیش خود نام ماندن. و سمو اتباع رسولین، یا نام نهاده میشن تابع دو پیامبر به اهل کتاب. اهل کتاب تابعدار دو پیامبر، یعنی موسی و عیسی علیه السلام. کتابشان تورات از یهودیا، انجیل است نصرانیا یا مسیحیا. چرا یار اهل کتاب میگه؟ به خاطر فرق در بین ازا و بین الوثنین. وثنین بت پرست میگه، اونا را امی میگن. در قرآن اونا را اهل کتاب گفته نشده، با اونا کتاب نازل نشده بود. اونا از پیش خود ادعا میکردن که ما دین دار هستیم، ولی که دین نداشتن، دین صحیح. وقد جاء فی روایت للحدیث عند ابی داود و احمد، در روایت دیگه میگه به نزد ابو داود نقلش کرده امام احمد که ان ارضنا ارض اهل کتاب، سرزمین ما سرزمین اهل کتاب است یهود. و اینهم اینطور گفتن در این حدیث، خوب گوش کنید. میگه یا گفتن چرا ظرف، یعنی تشویش داشتن که در ظرف از اینا نان بخوریم ما بنوشیم، چرا؟ به خاطر که و اینهم، یا گفتن و اینهم لا یاکلون لحم الخنزیر و یشربون الخمر، یا که هستن اهل کتاب میخورن گوشت خنزیر در کاسه، خنزیر پخته میکنن شورا میزنن، خب با مزه، مثل که ما گوسفند استفاده میکنیم. این ظرف و خنزیر که در گوشت آمه خب مردار میشه، نه نجس میشه. و دیگه شراب می نوشن در می ظرف و اینا، شرابا رو می نوشن در پیاله شان. ما شراب نوشید، ما این را استفاده کنیم، آب این چطور میشه؟ به می خاطر سوال کرد. فکیف نصنع بیانیت و قدوره، میگه چه قسم کار کنیم با ظروف شراب و دیگای از اینا، کاسهای از اینا، چه قسم استفاده کنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و میگه، گفت که چی گفت برشان در یک حدیث آن آمد که لا تاکلوا، نخورین مگر که شما پیدا نکنین غیرش، باز بخورین بشوین. و کلوا فیها یعنی بعد از ششتن، این امر با اباحت هست، یعنی بعد از سوال آمده. کلوا فیها تو نیست که واجبه، یعنی مباح، جایز است که از ظروفشان بعد از ششتن استفاده. اینال سوالی است که حکم استعمال ظروف کافرا، مثلا شما که در خارج برین باز اونجا میگه پس نه، اونجا در جایی که باشی و که بگویم مرم گیلاس شراب خوردم اون را برات میتنه، اینجا یک سوال پیدا میشه. یا میگه مرم کاسه تا دکر مانه نان، اون کاسه که خنزیر خورده
او را میتبرد میگه ما بی اینی کاسه یا غوری که دو گوشت خنزیر استفاده کرده است اینجا جنجال پیدا میشه و باید بفهمم مسلمان که چی گفت. حکم استعمال ظروف کافرها چیست؟ میگه یجوز استعمالها، جایز استعمالش و هذا قول اکثر علما. اکثر علما ائمه مجتهدین میگن جایز است، اکثریت. یعنی چرا؟ دلیلش یک حدیث باب است که پیامبر صلی گفت که ان النبی صلی الله علیه و اصحاب توضؤ، پیامبر صلی وضو کردن از چی؟ من مزادت امرات مشرکه، از امو مشک زنی که مشرک بود یعنی اهل کتاب بود، اهل کتاب مشرک گفته میشه. دومی که ولی حدیث ان النبی صلی الله علیه و سلم اکل من الشات، اون حدیث متفق علیه بخاری مسلم، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده کرد خورد از امو گوسفندی که التي اهدتها له یهودیه، که هدیه و تحفه روان کرده بود یک زن یهودی من خیبر که در خیبر بود. پیامبر صلی الله علیه و که خیبر فتح کرد و زن آمد به دروغ گفت بسیار نبی برحق است، ایستی ما بر نان تیار کنیم. این ظالم بیدینه وقتی که آورد امو گوسفند دو زهر انداخته بود کی را بکشه و پیامبر صلی الله علیه و استفاده کرد، دید که بدنش یک قسم پسان ازرش خورده بود، فهمید. گفت چطوری کار کردی؟ میخواست که حال اعدامش کنه. نه گفت که ما خود والله عالم راست گفت دروغ گفت. با پیامبر صلی الله علیه و میلاش کرد. گفت ما فکر کردیم که تو نبی نیستی، شک داشتیم و امیر دادیم که اگر نبی برحق باشی نمیموری و اگر ناحق بودیم ما از غمت بیغم میشیم، برو که مردی خلاص شدی. وان در حالی که خود نبی خود انسان است، تو نیست که اگر زار خورد نمرد او نبی باشه، اگر زار نکشتش کشتش و نبی نباشه. این بدبخت ظالم همه تا یک ظلم کرده بود و همین دلیل مثل که دزد میگیر کنی چی میکنی اینجا؟ چرا ساعت ما گرفتی؟ ساعت سعی میکنم چند بجه است نه پس میمانم میشه. همین تا یک بانه جور کرده. ولی پیامبر صلی الله علیه و آله چیز نگفت. باز اونمو آثار زهر او را رسول الله صلی الله علیه و آله از دنیا رفته. او همیشه مریض میشد، همیشه تکلیف برش میآمد. اگر که نکشتش و هر چی که بود که نکشتش معجزه بود یا چی، اما آثارش بود. یعنی یهودیا اقدام به قتل خاتم النبیین کردن و به نظر خودشان او را کشتن. یعنی همو فکرشان نمی بود که کشته شود بیغم شود. وظیفه فهمیده میشه که دشمن هر چیزی که برات روان میکنه نخوری، فکرت باشه دیگه. نه یکم دفعه توفه موفه میاد به یکم پشک برتو به یکم سک برتو دیگه، اگه او نمرد بستم استفاده کن. دشمن که هست نه اگر دوست بود خیر است. و دیگه که حدیث انس ان یهودیاً دعا النبی صلی الله علیه و آله خبز شعیر و احاله سلخت فجر. پیامبر صلی الله علیه و آله یک یهودی دعوت داد به یک نان جو. او خود جو زیاد بود، چیز کم بود. حال مردم پشت جو رو جو کرده است نه. این گندما میگن مثلا چطور چنان شده. و یک گوشتی بود که کباب شده بود، پیامبر صلی الله علیه و آله او را قبول کرد. احاله و دک نسخه یعنی متغیره، تغییر خورده بود یعنی پخته شده بود. و همین قسم این دیگه حدیث امام محمد ان الله اباح لنا، یک حدیث دیگه هم هست که او را براتون بیان کنم به دلیل ازی که در ظروف خب وقتی که پیامبر از او گوشت اهدا شده یهودی استفاده کرد، از او فهمیدم که در کاسه بود، در ظرف بود دیگه، از اون ظرفشان هم استفاده کرد. حدیث دیگه است که ان الله اباح لنا، نه دلیل دیگه از قرآن. الله مباح کرده به ما طعام اهل الكتاب. نه در قرآن شما خواندین الیوم احل لكم الطیبات، شما خواندین این سورت مائده، امروز بر شما حلال شده طیبات، چیزای پاکیزه، و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم، طعام گوشتای کسایی که به اونا کتاب داده شده حلال. یعنی اگر یک یهودی گوسفند ذبح میکنه یا نصرانی حلال است، خود شرط داره. شرطش به شرطی که یهودی باشه، نصرانی. ولی کسایی به نام یهودی هستند، اکثر از یا سیکولر هستند، یعنی هیچ دین قبول ندارند. و دیگه در وقت ذبح اکثر امرشاد کرده بسم الله بگوید، یا و در مو وقت بسم الله میگفتن. اگر به نام دیگه گفت و ذبح شده باشه بسم الله بگوید. شرط دیگه که ذبح شده باشه. ولی یک مشکل از بدبختایی است که ذبح نمیکنند. میگه کار در گلون حیوان ماندن ظلم، حقوق حیوان، حقوق حیوانا را مراعات کنیم. خود چی کار کنیم؟ میگه در برق بتین زود میمره. حالا برق خواهد بعد میکشش، نه میگه زود میمره. در کارت که زیادرتال میخوره به تکلیف میشه. از پیش خود دلیل میگن، در حالی که برق انسان بسیار به تکلیف میسازه و مرگ زود مردنش معلوم نیست که در کدامش زود میمره، ولی اینکه از خونش میرود راحت میباشه.
و اگر این تکلیف می بود پیمبر منع میکرد نه که ذبحش نکنید. یعنی اهل کتاب طعامش حلال کرده و معلوم است که اونا که میارن به ما پخته می باشه و دیگه در ظرفشان می باشه. الله میگه از اهل کتاب بخورین گوشتشان. این حالی یک یهودی همسایه تا گوسفند ذبح کرده برات میاره نه و در تمام در ظرف خود میاره و از او استفاده میکنی. یا واقعا یک دلیل است که از ظروف از اونا میشه استعمال شد. و همین قسم الله اباح نساء اهل کتاب به ما شما مباح کرده زنای اهل کتاب. زنای اهل کتاب یهود نصارا، یک زن یهودی یا نصرانی، یک زن اسرائیلی را بگه از اسرائیل یک زن نه و خوب دیندارا در موجه پیدا میشه. و همین قسم مسیحی باشه، عیسوی باشه، یعنی زن امریکایی اروپایی باشه ولی اهل کتاب باشه. و میگه معلوم است که عرق از اینا عرقشان یعنی همی که بدنشان عرق میه لا یسلم منه میوزاد، کسی که بمره از اینا یوزاد جاهن هم بستری میکنه عرق در بدن انسان میه اگه اون نجس باشه عرقش هم نجس می باشه. و اینال خب البته در زنهای اهل کتاب هم میسه شرط است. خب چند شرط است. یکی که اهل کتاب باشه یعنی با دین خود هم تحریف شده، زیرا در دوران پیامبر هم تحریف شده بودن، با مو ایمان داشته باشه یعنی مرتد نباشه. ای تو نباشه حالی اکثر شکی ببینی بگوی تو در کدام دین هستی میگه در دین خودم، خواهشات خودم اشکم یا نظریات خودم. و اگر بگویی که الله تو کیست، خالقت کیست، خدایت کیستی تو میکنی این بازیم خودم هستم. یعنی اکثر از اینا کافر مرتد و بیدین و این گپ هستن. الله رو قبول ندارن، قیامت هم قبول ندارن، هم کتاب خودم قبول ندارن. هم جنسگرایی از یا مثلا نه در انجیل تورات هم جنسگرایی حرامه، در حالی که اینا مرد با مردش ازدواج میکنه، زن با زنش میشه. یعنی اهل کتابی که کتاب خدا نه قبول داشته باشد. و ایام کسی یک مباح است، یعنی تو نه بهتر خود حدیث میگه که فسفر بذات دین، در دیندارام خوب دیندار انتخاب کو. هر مسلمان هم نه مسلمانایی که خوب باشه. و یک شرط دیگه میست که اگر زن ازدواج میکنی تسلط از اینا نباشه. اگر در کشوری هستی که زن اونجا اختیار داره و زن زور داره باز اولاد کافر میکنه. در یا مثلا اهل کتابی که با عهد ذمه در سرزمین مسلمانان زندگی کنه یا این تعهد بده که در اولادش کافر نمیسازه و این کارا، در غیر از با مشکلات پیدا میشه. جواب از حدیث باب چیز خب اینا گفتن جایزه. خیلی این حدیث که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که نخورین مگر که پیدا نکردین نه با او را بشوین، اینو چی میگن؟ این میگه هرچه حدیث الباب فمحمول علی قوم عرفوا بمباشرت النجاسات کرد. میگه این حدیث باب کسی محمول است به مو قومی که شناخته شوند که مستقیم کتمی نجاسات یعنی خنزیر میخورن، این چیزا را استفاده میکنن مثل گوشت خنزیر خوردن و اینا، یعنی زیاد از این ظروف استفاده میکنن. و یدل لهذا میگه این حدیث محمول به اوست. دلیلش چیست که این حدیث به او محمول است؟ میگه روایت ابو داود احمد است که تیر شده است که ان المقصود از حدیث اوانی هم ظروف است که استعمالش میکنه، نه او ظروفی که جور میکنه. اگر ظرف جور میکنه و خیس اما استعمال میکنه گوشت خنزیر هم میخوره و بازوره اگر دیدی بازوره میشوی با استفاده میکنه. خب پس این نیست که از ظروفش میشه استفاده کنه. اگر انسان در دل شک بود بشویش یک بار. ما شما خواندیم که گوشت خنزیر هر چیز که دو باشه یک بار کشیشته شد قبلا خواندیم. سگ بود که اگر دان زد 7 مرتبه، اگر فهمیدین که اینا سگ هم داره میشه دان زده باشه 7 مرتبه بشه. در غیر از اون یک بار باشیشتی بی خدم جنجال بیرون میشه. آیا کافر نجاستش عینی است ام معنوی؟ اینجا سوال پیدا میشه. همین کافر قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجسون، این مؤمنین مشرک نجس است، پلیتی است. همین ذاتش نجس است یا نه کدام نجاست دیگه داره که عقیدهش نجس است، معنوی است. اگر که عبدالله بن عباس میگفت که کافر که ذاتش نجس است، دست نمیداد کرد، دست میکرد کافر بودی دست نجس میشه، اگر میداد تو پس میش دست مردار شده نه جان کافر خوردن. حالی مسلمانای فعلی خوش میشه که جانش خوب در جان کافر میماله و بغل میکنن که میگه دیگه میذاره چی شو دوست شام نزدیک شام برش. کافر نجاست عین است یا معنوی؟ صحیح میگه که ان الکافر لیس نجس العین، عینش ذاتش نجس نیست و اینما نجاستش معنوی است. و این مذهب جمهور علما، جمهور امام ابو حنیفه و احمد اینا. چرا؟ به خاطر که قرآن دلایل است، اینجا حدیث هم است قرآن.
حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و آله النبی ربط سمامه ابن آسال بساری مسال. سمامه ابن آسال یک کافر بود، یک ستونی از ستونهای مسجد بستهش کرده بود و اگر این نجس می بود او را در ستون بسته نمیکرد و در ستون بسته کردن خب مسجد نجس میکنه. این حدیث در بخاری مسلم است. و دیگه که حدیث ان النبی صلی الله علیه و آله اکل من الشات، خورد از اونمو گوسفندی که حضرت حالا یهودی هم زن یهودی روان کرده بود و دستش هم خورده دیگه، اگر اون نجس می بود گوسفند نجس میکرد، نه که دست خود را دست زده گوشت پخته کرده. و سومی که الله مباح کرده زنای اهل کتاب و معلوم است که عرقش خو در وجود انسان میه که تزو اگر اون نجس باشه باز اون مجبوره چورا زن خطا من داغوش میگیره شوار اون یک داغوش نگیری بگوی نجس میکنه انسان. این گپ نبوده در حالی که در بین صحابه گپ نبود. جواب از آیات خیمه چی میگن؟ انما المشرکون نجسون، مشرکان نجس و پلیتیس. ایره چی میگی؟ میگه مقصود به نجاست اعتقاد است. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، نه اجتناب کنین پلیتی را از اوثان بتا، یعنی بت خب پلیتی نیست، اونجا پلیتی عقیده است، عقیدهش پلیت است، نجاست اعتقاد است. خب اینجا این حدیث در بخش ظروفش خواندیم که ظروفشان جایز است و کافر که است نجاستش معنوی، ذاتش نجس نیست. حدیث دیگه 20 عن انس بن مالک رضی الله عنه انها قدح النبي صلی الله علیه وسلم انكسر فاتخذ مكان شعبه سلسله من فضه اخرجه البخاری. یک حدیث در ارتباط امی که طلا و نقره استفاده چه قسم چه چه قدرش قبلا هم خواندیم نه که از ظروف استعمال نشه، اما دیگه میشه که یک ذره استفاده دیگه چیزا شود، دیگه چیزا بسیار یک گپ موضوع خوب است در این حدیث. میگه حدیث امام بخاری نقل کرده قدح النبی، قدح یعنی ظرف، گیلاس پیامبر صلی الله علیه و آله انکسر، شکسته بود، یک گیلاس داشت و شکست. فتخذ مکان شعبی، در مکانی که شکستگی بود پیامبر صلی الله علیه و آله جور کرد سلسله من فضه، یک چسب از چیره نقره را، یعنی توته نقره ای را ما نور چسب زد اینجا متو چسباندش کرد نقره، بعد از امو استفاده میکرد. یعنی از این فهمیده میشه که در اینجا خو یک توته نقره آمد و یه زمون گیلاس قبلا گفت که از ظروف طلا و نقره استفاده نکنید. اون اینجا میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله در گیلاس خود یک چیزی از نقره پینه کرده بود، گیلاس خود از نقره استفاده کرده است. خب قدح چرا میگه؟ ظرفی که آب نوشیده میشه جمع شق دا این کسره یعنی شق پاره شد. فتخذ از این میگه اختلاف است که ایره کی جور کرده، کی بود که می جور کرد ایره. بعضی گفته خود پیامبر صلی الله علیه و آله ایره جور کرد، به خاطر که دلالت میکنه که متخص یعنی کسی که ایره جور کرد رسول الله صلی الله علیه و آله. بعضی گفته نه راوی حدیث جورش کرده، انس ابن مالک هم گیلاس پیامبر نقره جور کرد برش آورد و گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله فهمید که روایت نقره جور شده است. به خاطر روایت در بخاری است میگه عاصم احول رایت قدح رسول الله صلی الله علیه و آله انس ابن مالک و کان انسدا فتسلسل بفضه. میگه ما دیدم عاصم ابن احول میگه که گیلاس ظرف پیامبر صلی الله علیه و آله به پیش انس ابن مالک یعنی صحابی پیش از بود و کان انسدا پاره شده بود، شکسته بود، فتسلسل بفضه و او را جور میکرد با یعنی پیش انس بود، انس جورش میکرد با مو توتاهای نقره با ایسای نقره‌ای با آهن نقره‌ای جورش میکنه، یعنی پینش میکنه. حافظ میگه ابن حجر فی نظر، میگه در این نظر است که انسی را جور کرده باشه. چرا؟ لان فی الخبر عند البخاری عن عاصم، میگه در این حدیث به نزد بخاری عاصم آمده قال ابن سیرین و کان فی حلقه من حدید، میگه او میگه که در یک حلقه آهنی بود. اراده کرد انس که در مکان ازی یک حلقه طلا یا نقره را بگیره. ابو طلحه برش گفت که لا تغیر شیئا صنع رسول الله، تغییر نده چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و آله جور کرده. این از این فهمیده میشه که صنعه رسول الله، یعنی رسول الله صلی الله جور کرده است. فهذا يدل على انه لم يغير شيء، دلالت میکنه که تغییر نداده، یعنی جور کننده از کی بوده؟ خود پیامبر بوده. خب پیامبر صلی الله علیه و آله یاد داشته که اینو جور کنه. یک گپ اضافه‌ای بود کی جورش کرده، گفتیم یک روایتی است که انس جور کرده، یک روایتی است پیامبر، خب پیامبر جور کرده. شعب میگه مکان شعب، یک شعب مردم هم میگه، اینجا شعب به فتح شین سکون عین پارگی را میگه، صد و شق و شکستگی را میگه، سایه که شکسته بود. سلسله من فضه، سلسله یا سلسله مردوش به فتح سین مراد به ایصال شیبش، یک چیز به دیگه وصل میکنی، یعنی یک توته را در دیگه توته میمانی.
یعنی یک توتی است نقره را گرفته بود. خب اینال خود در حدیث میگه که پیامبر می کار کرد. حکم اصلاح ظروف، یک ظروفی که منکسر از پاره میشه چی است که کسی با نقره او را چیز کنه، با نقره پینیش بکنه، جورش کنه، چی حکم داره؟ جایز است یعنی علما میگن یجوز و جایز است. یکی حدیث دلیلش است، این حدیث باب مثلا پیالهش یا جک آبش نه شکستگی است و با پینی نقره با متوته نقره او را جور کردگی است. میوه ها مستثنا من تحریم استعمال زم، این مستثنا از حرام بودن استعمال طلا و نقره، اینمی استثنایشه. طلا و نقره را استعمال نکنین در ظرفا مگر ای که پینه باشه یعنی ضرورت باشه. لیکن یا میگه چند شرط داره. اولی که فضه باشه، طلا نه، طلا نمیشه که در ظرف استعمال کنیم، به خاطر که نص در این آمدگی است که نقره باشه. دوم هرچه طلا که است جایز نیست. چرا میگه ای اغلا ثمنن، هم پیسه ازی قیمت است و شد و تحریم حرمتشون شدید است. و دیگه ای که اگر جایز می بود لاستعمل النبی فی النا، پیامبر در ظرف را استعمال میکرد دیگه، لانه ابعد عن الصدع، بخلاف دیگه از زنگ زدن هم دوره. مثلا یکی آهنا را خود زنگ میزنه، طلا و نقره هم زنگ میزنه، اما طلا را هیچ زنگ نمیزنه، زنگش نمیزنه. به می خاطر اگر کسی میخواد پیسه نگاه کنه، یک راهی که به کاغذها را در جیب خود نگاه میکنه و طلا بگیره. اگر گورش هم کرد در یک جای هیچ زنگش هم نمیزنه، گورش کنه ذخیرهش کنه در یکم جای به خودش معلوم باشه. چند نفر دیگر هم بگه که نمیجه خزانه دارم، نه خزانه یک جای نامعلوم، یکم تا این پیسه هم میمانه دیگه حکومت آمد پیسه ناچل میشه، 40 لک روپیه را اونجا جمع کرده و آخر ناچل شد، یا او را کرم میخوره و دیگه نه. در حالی که باشه نه زنگ میزنه نه دیگه، یکی از راه ذخیره پیسه است. دومی که یکون لحاجت، حاجت باشه، اگر حاجت نبود نه اینجا. خب زیر رسول الله صلی میگه اینا نگرفت، مگه حاجت چی بود؟ کسر پاره شد، اون را لیم کرده، کس لیمش کرد. حاجت دیجا لیس معنای چیز که غیرش نگیره، آهن و نحاس میشه. آهن اگه بود آهن، نحاس برنج بود ازو بگیره، صفر بود این ازی بگیره، سرب باشه و غیره. معنای چیز که یتعلق به اصلاح غرض و من غیر اغراض زینت، هدف از اصلاح باشه، زینت نباشه و تجمیل اینا. هدفش نباشه که می ظرف زیبا شه، هدفش فقط امو این باشه که پینش از او استفاده شه. سیومی که یکون یسیرن، کم باشه، ایتونه که بیخی زیادش نقره باشه، کمش آهن باشه، ایتونه بود. زیرا غالب در امی ظرفا و گلاسا همی می باشه. این صغیر است، کوچک است این ظرف و غالب ایسی وقتی که میشکنه حاجت به چیزی که کلان نداره، اصل تحریم است. پس با آن چیزی که ضرورت شد به مو ما حلال بودنش هم دمو بخش. این قاعده است که ضروراتو تتقدر به ضرورتها، چیزای ضروری به اندازه ضروریش مقدر میشه، اینطوری که زیاد باشه. خب اینجا اینال یک سوالی است که میگه کسی میگه که یک را مباشرت الفضه التي ربط بها الاناء عند الشرب، مکروه است که انسان در وقت نوشیدن از اون جای نقره بخوره، آب از اون مکروه. میگه طرفی بخوره که نقره نباشه. اینو چی میگی؟ میگه بعض علما گفته که مکروه است اگر انسان پیشش یک ظرف بود و او لیم شده بود از نقره، اراده کرد که از این ظرف آب بنوشد، این را میگه مباشرتا از اموجا ننوشه که دان خود در نقره بانه، نه جان دانش در ایسایی ظرف بانه، یعنی شیشه ای بانه، نه در جای نقره ای. بعضی ها گفته که لا یکره مکروه نیست، مثل ابن عثیمین میگه اگر از اون جای نقره ای هم خورد مکروه نیست. یک دیگه حال ما او را با تکلیف نمیسازیم که از این طرفش بخوره یا از اون کدام جاش آب بنوشه. و بعض دیگر ها میگه نه مکروه است. چرا میگه شیخ ابن عثیمین میگه کراهت کرد، حکم شرعی محتاج به دلیل است. وجه پیامبر هم نگفته، واقعا خوب گفت ولا دلیل علی کراهت مباشرت الضب، میگه دلیل نیست به کراهت مباشرت ضبه، یعنی همون ظرفی که لیم شدگی است به نقره در حالت استعمال مادام قد قلنا به اباح، تا وقتی که ما گفتیم که این مباح است دیگه گفتن نمیتونیم که ناجایز. و دیگه ولی ان النبی صلی الله علیه و سلم حال استعمال لقده مذیب بالفضه لم يثبت عنه كان يتوقع هذا الجهه المذببه. دیگه رسول الله هم در حالت استعمالش که اونمو ظرفی که پینیش کرد از نقره
میگه ثابت نشده که خود از امو ساحه‌ای که پینه شده به نقره او را وسو کرده باشه، مثلا اینجا شده ای تو نگرفته، این طرفشه اینی قسم دور داده باشه از این طرفش خورده باشه، این تو ثابت نشده گیست، ثابت نشده گیست. در شرح عمده طیار و دیگر نشه اذا اذن فی کنه، یک چیزی که مجاز شد، اجازه داده شد و مباح است تا وقتی که شریعت اجازه داده گیست جایز است. اگر شریعت ممنوع کرد باز میگه. واقعا اینجا دلایلی که ابن عثیمین میگه قوی است. کسایی دیگه که میگن شاید احتیاطاً یک چیز گفته باشه. اینال یک سوال دیگه است که کدام زمان جایز است استعمال طلا خو حرام است، نه ظروفیاش خواندیم که حرام، در کدام صورت جایز است؟ مثلا آل خو بسیار گپاست، نه یک کسی مریض میشه همی استخوان پایش میده میشه، نه دی استخوان تر میکنه در زانو در کمر در بسیار چیزا و او باز مثل خودش گوشت میگرده چی میشه همی تو یک چیز جور میشه. استفاده کنیم. یا در دندان میبینی نه دندانای طلایی با یگام تا خوب دان خدا نشان میده که دندانای ما طلایی است، این چطور است؟ یگام تا به خاطر زینتی کارو میکنه، یگام تا میگه نه این که زنگ نمیزنه، اگر نکله بگیریم شاید زنگ دیه یا نخره هم شاید زنگ بزنه، بیا که میره طلایی دندان یا پوش میکنه دندان، نه یکی دندان طلایی جور میکنه یکی پوش، مختلف است. متى يجوز استعمال؟ لا يجوز استعمال الا عند الضروره. جایز نیست استعمال طلا مگر در وقت ضرورت. یا کن یستعملوا فی الاسنان، میگه مثل که در دندان ها استعمال کنه، دندان طلایی او پشت طلایی او فی الانامل یا در انگشت ها استعمالش کنه. در انگشت ایتونه که ایتو زیبا و زینت، یعنی به خاطر یک ضرورت که پیدا شود استخوان اینا، او الانف یا در بینی استعمالش کنه، بینی جور کنه و غیر ذالک. چرا حدیث میگه در این باره حدیث از عن عرفجه ابن اسعد، امام ابو داود ترمذی را روایت کرده است، امام نووی میگه حسنه، میگه انه اصیب انف یوم الکلاب، میگه عرفجه ابن اسعد بینیش میگه یک زخمی چیز افتید در بینیش میده کرد در روز کلاب باز پسان میخوانیم روزایی بود که مشرکین دو کلاب یعنی روز مشهور در روزهای جاهلیت که در یک جنگ ها میشد و کلاب نام است از برای آب از آبهای عرب و در اونجا جنگ واقع شده بود، به این خاطر او روز کلاب میگن، یعنی همون روزی که جنگ شد، این یک روز بوده دیگه. میگه بینی از این چی شد؟ میده شد. فتخذ انفا من ورق، یک بینی را میگه از چی جور کرد؟ بینی ساختگی از نقره جور کرد، بینی ساختگی جور کرد نقره. فانتن علی، میگه ای بدبوی شد، یعنی او چی کرده؟ زنگ زده چی کرده؟ دیگه پوندیده و خراب خلاصه نگرفته. فامره النبی، امر کرد پیامبر صلی الله علیه و ایتخذ انفا من ذهب، که یک بینی را از طلا جور کنه و طلایی که است طبعا میچسبن باز دیگه او را زنگ هم نمیزنه، بوی هم نمیگیره. این امام ترمذی ابو داود گفته و امام نووی میگه حسن است، اگر که بعضیا ضعیف گفتگی است. پس این میگه که عرفجه ابن سعد، عرفجه راویست با فتح عین، ابن اسد کرب فتاریان یکی از راوی هایش است. امام نووی در مجموع کتاب میگه قول مصنف ان استر الی ذهب جازه، اگر محتاج شود به طلا جایز است، فمتفق علیه. میگه اینجا علما اتفاق داره که اگر انسان محتاج شود جایز است که از طلا استفاده کنه در ضرورت. و قال اصحاب ما میگه یفیباح له الانف، این میگه که امام نووی اصحاب شافعی مباز برش بینی طلایی و سن من الذهب، سن دندان طلایی باشه و من الفضه یا دندان نقره‌ای باشه. و کذا شد سن العلیله، یا دندانی که چی شده میده شده و خراب شده، او دندان به یک طلای دیگه محکم کنه یعنی پوشش کنه و فضه یا به نقره جایز است. و قال ابن قدامه رحمه الله در مغنی، ابن قدامه که از علمای بزرگ حنبلی و مجتهد آمد، مغنی کتاب کلان 4 مذهب دو بیان میکنه، میگه لا یباح الیسیر من الذهب، مباح نیست کم طلا را استفاده کنن، کمش، ولا یباح کمش هم میگه مباح نیست، ولا یباح منه، یعنی کسی طلا را هیچ استفاده نکنه، کمش هم میگه در دست بانی جایز نیست. ولا یباح منه الا ما دعت الضروره، مگر اینکه ضرورت دو پیدا شود با جایز است، مثل که انف ذهب بینی طلایی و ما رابطه دندان و حال خویانه میفهمید استخوان، مثلا در استخوان تیر بکنی این کارو.
وقال الحجاوي في متن ذات المستنقي، حجاوی در متن ذات المستنقي یا حنبلی است، میگه و یباح للذکر من الفضه الخاتم، میگه بر مذکر یعنی بر مرد جایز است از انگشتری من الفضه، از چی؟ از نقره انگشتری بر مرد جایز است. و من الذهب و از طلا چی؟ ما دعت الی ضرورت پیدا شود، مثل بینی و دندان و استخوان، این گپا در دیگری انگشتری نه که کسایی که مثلا چی میکنن نه نامزدی میکنن انگشتری را تیر کوی فرهنگ کافر. اولش همون نامزد نکاح نکرده و در دست از او انگشتری را تیر میکنه که کدادان از او میکنه، همین کلش فرهنگ غربی است، خب فرهنگ کافر است. و من تشبه بقوم فهم، کسی خود مشابه قوم کنه از همون جمله میشه. در حالی که نکاح نکرده بازو را یگام تا را میبینم در دست خود مانده، میمیره چرا ماندی؟ میگه مردم مرا بشناسن که این نامزد شده. گفتم دکارید خیلی نوشته که من نامزد شدم، چی میشناسم من؟ و چی ضرورت است که بشناسم؟ با یگام تاش میگه که نه که بشناسم، میگم دخترها بشناسن که ما نامزد شدیم پشت مرا نگیرن. اوه بسیار کانم بسیار ما دخترها سر تو گمش که میگن خود حال خیره که گرفت چه دوم زن بگی نه میگم یک زن میگیرم، اگه اون نامزدم خبر شد باز مرا اعلام میتام چی میکنه. یگام بانه میکنه میگم نقره اطلاعی تا چرا وسو نمیکنی؟ اینی تو دلایل میگه این طور میشه و طور میشه. یگام تا استادارم دیدم، یک استاد حدیث بود، حدیث هم درس میداد. چرا ای تو کار کنی؟ میگه اینی تو کردیم که بفهمن کی زندار است. تو کارهای میکنن که. قال شیخ ابن عثیمین رحمه الله میگه قوله و نحوه چی معنی؟ مثل سن، مثل دندان، اذن، گوش، بینی. اینیا مثالش میگه رجل انکسر سنو، یک مرد دندان شکست محتاج الی رباط، محتاج شد که این را با طلا بستش کنه، این پوش که میکنه. او سن من الذهب، یا یک دندان طلایی، فانه لا باس باقی نی. این ابن المسیمین کلان مفتی اعظم بود در سعودی، یکی از مفتیای بزرگ. ولكن اذا كان يمكن ان يجعل له سنا غیر الذهب، میگه اگر ممکن باشه که یک دندان غیر از طلا جور شود، غیر از طلا، بازوی طلا جایز نیست. این را بفهم غیر از طلا. مثلا که اسنان المعروفه الان دندانای فعلا دندان جور میکنه از صدف، واقعا که بهترین و بسیار محکم آمد، خوب آمد. بچه من میال خوبشه چقدر 1000 تا 2000 مقدره. اینا دندان صدفی کن مثل می دندانه، با طلا را دیگه استفاده نکو. خوب به خاطر زینت خوب بالکل حرامه. یگم تا که دندان طلایی بازو را نشان میده به مردم، او خوبی خی حرامه. اون به خاطر ضرورت جایزه، به خاطر زینت نه. یگم تا میگه نه برای زینت دندانای خدا به مردم نشان بدیم. و اون مشکل هم داره، اگه مردم بفهمد 5-6 دندان طلایی شاید در اجازه دان به میده کت دندانا را برد، دشمندارم میشه. پس صدف که باشه معلوم نمیشه. یا همین نکل است، نکل نقره اینا ظاهرش که انه لا یجوز من الذهب، میگه جایز نیست از طلا، زیرا لیس بضرورت نیست. ثم این غیر الذهب هی الماده المصنوعه، مصنوع اقرب الى سن الطبیعی منه. میگه باز غیر از طلا این مادهش که جور میشه و به دندان طبیعی از طلا قدر خوب نزدیک است. هیچ نمیفهمی حتی. یک کسی را من دیدم نمی دندان صدفی داشت، هیچ معلوم نمیشد که می دندان خودش است یا چی است. و کذالک اذا اسود سنو، و همین قسم دندان سیاه شو نشکنه، جایز نیست که ما را با طلا را دور بتیم، زیرا لا یعتبر ضرورتا ما لم یخشى تکسر، تا که می نشکنه یا تاکل یا خوردنش. اگر یک کسی مثلا می دندان سیاه شده اما درد نداره دیگه، او بازی تو نیک ولی طلا پوشش کنه با تا که ضرورت پیدا نشه. خب حال احادیثی که دلالت کم نقره را استعمال کنیم، این حدیثی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله ایرا بیان کرد. چیز انگشتری نقره جایز است یا نه؟ بله جایز است. دلیلش حدیث ابن عمر است. قال میگه این حدیث صحیح است که متفق علیه بخاری مسلم. میگه اتخذ رسول الله صلی الله علیه و آله خاتما من ورق، پیامبر صلی جور کرد یک انگشتری از ورق یعنی از نقره، و کان فی یدی و ایده دستش بود، زیرا در وقت که بود دیگرها امضا میکردن و چی مهر داشتن. پیامبر صلی گفتن یک مهر جور که بازیام از امون جور کرد که خرابم نشه و زنگم نزنه. و که می آمدن در اون نوشته که محمد رسول الله، اون که می آمد مهر میزدش، در رنگ میزد با مهرش میکرد. ثم کان بعد فی ید ابی بکر، بعد از این میکرد رسول الله رفت بود دست ابو بکر بود، زیرا او جانشین پیامبر.
ثم كان بعد في ید عمر، بعد از این با در دست عمر رضا. حالا یکم تا ببینید که در دستش هست، در مشابکه اجتماعی هم میپرد، همین تو یک چیز بوده، یعنی محمد رسول الله نوشته. ثم كان بعد في يد عثمان، بعد از عمر که از خلافت رفت، عثمان او را در دست خود کرده. اینم متفق علیه. از فهمیده میشه که رسول الله نقره نه جایز است که چی باشه انگشتری. و قال صلی الله علیه و سلم پیامبر میفرماید در حدیث دیگه ابو داود ولکن علیکم بالفضه، لازم است که شما نقره را استفاده کنین در انگشتری. فعلی و بی علام ساتیری کنین به این، یعنی میشه که این در دستان استفاده کنین خدا خوشحال کنین. رواه ابو داود. پس احادیث ما شما عمیقه بس است که شما در بخش پوست و در بخش طلا و نقره چقدر استفاده میشه و کو و انشاءالله که وقت ما شما